منم ملیکا، اینم دوستم الیکا. یه روز که هر کدوم توی خونه‌های خودمون نشسته بودیم و به این فکر می‌کردیم که چیکار میتونیم انجام بدیم تا به درآمد برسیم، ایده زدن چنل یوتیوب به ذهنمون رسید. آموزش دیدیم و حالا وقت پیدا کردن ایده بود که برای دخترای کمالگرایی مثل ما قطعاً سخت‌ترین بخش همینجا بود. ما نمیخواستیم هر محتوایی رو به اشتراک بذاریم. قبل هر چیزی دوست داشتیم ذهنمون رو ثروتمند کنیم و به آگاهی خودمون اضافه کنیم. پس تصمیم گرفتیم علاقمون رو دنبال کنیم و همینجا بود که ایده نارتانه کلیک خورد. توی نارتانه قرار شنونده موضوعاتی مثل سینما، هنر، ادبیات و هر چیزی که برای لحظاتی شما رو از دنیای واقعی جدا کنه و به دنیای خیال فرو ببره باشید. همیشه که نباید فضای مجازی مفهوم بدی داشته باشه. گاهی اوقات هر موضوع کوچیکی که حال شما رو خوب میکنه برگ برنده است و ما سعی میکنیم که در کنار حس خوب آموزنده هم باشه تا دونه های کوچیک با هم جمع بشن و خانواده قشنگی تشکیل بدن. اینجوری شد که نارتانه قرار مهمون نگاه های شما باشه. پس بیاین زیبا بسازیمش.